اولو تانرینا دیلا. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 167 مهندسی جهل رو با این امید آغاز میکنم که امروز هم به لطف الله تبارک و تعالی یک کتاب ترکی چند صد ساله قدیمی دست نوشته خطی تخصصی رو ورق بزنیم و با قدرت زبان ترکی و علمی تخصصی آشنا بشیم و بتونیم به این وسیله یک شمعی در زندانی که در مغز ما ساخته‌اند و قطر دیوارهای این زندان ذهنی و عقلی به اندازه چند نسل ماست، بتونیم در اون یک شمعی روشن بکنیم، یک انفجار کتابی رخ بده در ذهن ما و بتونه یک شکافی، یک روزنه‌ای هرچند کوچک به جهان بیرون از آنچه که در ذهن ما در ذهن نسل‌های ما ساخته‌اند و ما هم این رو به همدیگه به نسل‌های بعدی انتقال دادیم، بتونیم شکاف ایجاد بکنیم و بتونیم بیرون از این جهان جهل و جهالت رو ببینیم. بدون فوت وقت میرم سراغ یکی از کتاب‌ها که دانلود کردیم در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته و تلاش بکنیم که بخوانیم، ببینیم که دیروز منار القمر رو فکر میکنم خوندیم، نه، کتاب پادشاه رو دیروز خوندیم. کتاب بسیار جالبی بود. من حالا موضوعش دقیقا یادم نیست، ولی در مورد بیماری ها بود، یادم افتاد، دیگه لازم نیست اون رو بخونیم. بریم کتاب قانون نامه رو بخونیم که ببینیم در چه سالی نوشته شده این قانون نامه. ببینید اینجا در بالای این پی دی اف نوشته که 1031، یعنی حدود 400 و حالا بذارید دقیق حساب بکنیم، امروز 1447 هستش. اگر کسب بکنیم ازش 1031 رو کسب بکنیم میشه 416 سال پیش این کتاب نوشته شده. حالا برای به ما گفتن که قانون، مثلا قانونی که خیلی دیگه چیز نوشته شده در عثمانی بعد از مشروطه هست و مشروطه عثمانی، حالا اگر بتونیم من برم مشروطه اول رو باید بنویسیم. من اینو بنویسم تا اون بیاد. مشروطه اول عثمانی. خب مشروطه اول عثمانی مشروطه اول عثمانی یا دوره اول مشروطیت 23 دسامبر 1876 یا تا 14 فوریه 1878، یعنی میگه که یه حدود یک سال، شاید کمتر و بیشتر، این دوره طول کشیده. میگه که طی آن امپراتور عثمانی برای مدت کوتاهی به یک پادشاهی مشروطه تبدیل شد. این دوره با اعلام قانون اساسی توسط اعضای جوانان عثمانی آغاز شد، اما پس از حدود 2 سال سلطنت عبدالحمید دوم با تعلیق پارلمان این دوره را پایان داد و قدرت مطلقه خود را بازگرداند. حالا میبینید که اینها میخوان بگن که حدود 150 سال پیش ترک‌ها به قانون دست یافتن. خب اگر ما اسلام رو به عنوان قانون حساب بکنیم، خب خیلی فرق میکنه دیگه. 1400 سال یه قانونی حاکم بوده. خب با توجه به شرایط جغرافیایی و سیاسی و اقتصادی، امنیتی و جنگی کشورها و مناطق، قوانین اسلام هم با فتوای ملاها تغییر میکرده، آپدیت میشده، به اصطلاح امروزه آپدیت میشده قوانین اسلام. و قوانین اسلام به پیغمبر وابسته نبوده، به وحی هم وابسته نبوده، به ملاها، به اونهایی که خودشون رو زبان دین یا خود دین فرض میکردن خودشون رو. و ما هم متاسفانه فکر میکنیم که
این مولا، این آیت اللهی که مثلا حالا یه درس خونده شده چیز فکر میکنیم که اسلامه. نه، این واقعیت نداره و این دروغی بیش نیست و این یه بخشی از همون جهله، همون مهندسی جهل. یه بخشش اینه که ما فکر میکنیم این مولا چون حالا رفته یه مقداری 20 سال 30 سال 50 سال 80 سال حوزه علمیه یا یه جایی یه درسی خونده، حالا یه حرفی میزنه حتما حرف اسلامه. نه، اینجوری نیست. ممکنه که منی که مثلا 1 سال 2 سال درس خونده باشم بهتر از اون بفهمم، ولی این نظر منه، اونم نظر اونه. نه نظر من اسلامه نه نظر اون اسلامه، ولی خب به هر حال این قوانینی هست. یعنی اینها یه قوانینی هست، جامعه بر اساس این مبادله برقرار میکنه، هم در درون جامعه هم در بیرون از جامعه، یعنی هم اینترنشنال هم نشنال، هم داخل جمعیت ملی و هم داخل بیرون امت. و اگر اسلام رو فرض کنیم داخل امت، البته خود امت هم هر دینی که باشه، مثلا مسیحی‌ها تو یک شهری که نزدیک ما هستش، شهر کوچیکی هست، 5 تا کلیسا دارن که این کلیسا به اون کلیسا نمیره. یعنی اعضای یک کلیسا به کلیسای دیگه نمیرن، نه به خاطر اینکه این محله منه، نه، به هم خیلی نزدیکن، شاید 50 متر 100 متر 200 متر 500 متر با هم فاصله داشته باشن، ولی نمیرن. برای چی؟ برای اینکه میگه اینجا تفکر دینی من هست، اونجا تفکر دینی من نیست. خب متوجه میشید؟ و در جهان اسلام هم مثلا مالزی و اندونزی یه اسلامی دارن هر کدوم، عربستان و عراق و سوریه و لیبی و لبنان و ایران و ترکیه هر کدوم یه اسلام دارن. تازه در درون همین مملکت ها هم هر کسی برای خودش یه دینی، یه فهمی از اسلام داره. من الان یه ویدیویی رو یه چند دقیقه پیش آپلود کردم که اونجا از یه باغ میوه سیب فیلم گرفتم و برای شما گذاشتم که ببینید. در وسط شهر یه باغیه بدون دیوار، به راحتی من پا شدم از خیابون رد شدم رفتم باغ و اطرافش خونه ها هستن، هر طرف حداقل از 3 طرف خونه هستش. جالبه که یک نفر وارد باغ نمیشه، میاد میوهشو سیبشو از یا شفتالوشو یا هر چیزی که میخواد بخره، اگر در اون باغ هست میاد از بقالی میخره، از سوپرمارکت میخره تا از این باغ بره بچینه. ولی ما در ایران به خصوص به یک نوع دزدی عاشقیم و اسمش هم اسلام میذاریم. حالا مثلا من مسلمونم، حالا یکی یه کاری بکنه اسلامیت اونها گل میکنه. من این حرفو بزنم که مولا اسلام نیست، اون اسلامیتشون گل. نه آقا تو به مولا چی گفتی؟ آقا نه، واقعیتش اینه که هر کسی برای خودش اسلامه، هر جا دلش بخواد خودش اسلام رو نقض میکنه، یه قانون دیگه میذاره. من حق دارم وارد خونه این بشم. ببینید این هم از فقره. هر کجا فقر وارد خونه‌ای بشه، وارد جامعه‌ای بشه، اون جامعه هیچ اصول اخلاقی، هیچ اصول دینی، هیچ قانونی رو به رسمیت نمیشناسه. سخت‌ترین قوانین رو بذارید، اعدام رو بزنید، دست بریدن رو بزنید، مادامی که انسان فقیر هست، این فقری که در جیب ما هست به زندگی، به خورد و خوراک ما ختم میشه، به لباس ما ختم میشه، به اینکه نمیتونیم بچه‌مون رو، خانواده‌مون رو اداره بکنیم ختم میشه، دزدی حلال میشه. حالا وقتی در یک جامعه‌ای بزرگان اون جامعه، ایش باشنده olanlar، یعنی اونایی که مدیر و مسئول این جامعه هستند، حالا از مسئول کوچیکش تا رهبرش، اگر اینها دزدی کوچیکی بکنن، دزدی در جامعه رایج میشه. اونها میرن میلیاردی دزدی میکنن، اینم دستش نمیرسه میلیاردی دزدی بکنه، میره سیب باغ، از دیوار باغ میره، حتی باغ داره. حالا در این کانادا خیلی کم خونه پیدا میشه که دیوار داشته باشه، حالا نرده داشته باشه نه دیوار، حالا نرده چوبی یا نرده فلزی داشته باشه، فنس داشته باشه، ولی خیلی کم پیدا میشه. فرض بکنید که از 10,000 تا خونه ممکنه که 2 تا 3 تا اینجوری وجود داشته باشه که حالا اونم به نوعی یا مسیحی های خیلی افراطی هستن، یا مسلمان های خیلی افراطی هستن، یا یهودی های خیلی افراطی هستن. البته یهودی ها افراطی هستن، این واقعیتیه. حالا من یه روزی در مورد یهودی ها هم یه ویدیو براتون نشون میدم که متوجه بشید که چقدر
اینها متفاوت هستن، زندگی میکنن، فرقی نمیکنه پزشک باشه. پزشک خانواده ما قبلیش یهودی بود، در این 18 سال گذشته یهودی بود مثلا. این مثلا زنارشو داره، ریششو یه جوری میذاره، موی سرشو یه جوری میتراشه، یه طرفشو بلند میکنه میبافه، یه لبه داره، یه کلاه خاصی داره سرش میذاره. چه پزشک باشه چه چیز باشه فرقی نمیکنه، اون حالت خودشو حفظ میکنه که من یهودیم. حالا به هر حال قوانین این هستش. ما بر اساس این چیزی که اینجا محاسبه کردیم، این کتاب در مورد قانون 1031 قمری نوشته شده و در 350 صفحه و این ناقض اون چیزی که میگن که قوانین از غرب مسیحی اومد. اگر نگاه بکنید مجلس هم در کشورهای اروپایی، یا حالا من دوباره برگردم گوگل بکنیم، انقلاب فرانسه رو، اگر انقلاب فرانسه اگر این رو ببینیم که در چه سالی انقلاب فرانسه که کبیر میگن 1779 بوده. خب حالا ما اگر این رو تبدیلش بکنیم، بذارید من اینو تبدیل بکنم، اگر به قمری تبدیل بشه خیلی عالی میشه. بذارید ببینم اینجا میتونم اینو به قمری تبدیل کرده باشه. متاسفانه این هم یکی از بیماری هایی هستش که ما تاریخ خودمون رو یا اون چیزی که می نویسیم به میلادی می نویسیم، ولی میلادی ها رو به شمسی یا به قمری نمی نویسیم. حالا من convert calendar خب تبدیل قمری به میلادی یا شمسی به میلادی. خب اینجا اجازه بدید بنویسیم، حالا اینجا قمری، بذارید اینجا انتخاب بکنیم قمری به شمسی و میلادی. اوکی، این قمری هستش. گفتش که در چه روزی این 1031 اینجا بنویسیم. حالا همینجوری بذاریم بمونه دیگه، فرض بکنیم که این ماه بوده. سه شنبه 26 آبان 1000 این از این. حالا قمریش چی میشه؟ 1621. انقلاب فرانسه در چه تاریخی رخ داده که این چیز رو به ما میگن؟ سلام علیکم. علیکم سلام. انقلاب فرانسه در اینجا گفت چه سالیه؟ حالا اینجا هر دوتا رو کنار هم میذاریم. این نه نمیشه. انقلاب فرانسه 1789 رخ داده که دوره 10 ساله بوده، حدوداً 89 تا 99 هستش انقلاب دوره اولیه. خب این چند سال بعد از این هستش؟ این 621 باشه، 1621 باشه، اینم 1789. حدود 200 سال بعد انقلاب فرانسه شده تا به قانون برسن. ولی ما در اینجا میبینیم که یک کتابی در نوشته شده به نام قانون نامه و این در 350 صفحه نوشته شده. حالا مثل همیشه من این کتاب رو یه مقدار کوتاه میکنم که کوچیک میکنم که در صفحه جا بگیره، بتونیم ببینیم این رو. این الان کتاب صفحه اول رو باز کرده، ما جلد رو نمیبینیم. اینجا احتمالاً وقف و اینجا چیزا باشه. اینجا مهر کتابخانه سلیمانیه هستش که نگهداری میشه. اینجا کتاب رو یه مقدار بزرگش بکنیم، خیلی کوچیک شده. اینجا کتاب رو میبینی که 3 طرف کتاب برای حالا اینجا در صفحه اول با نقاشی ها و کادر پررنگ اطراف اون مواجهیم و بسم الله الرحمن الرحیم و بالا این نقاشی ها که متاسفانه آب وارد کتاب شده و حاشیه های کتاب هم آسیب جدی دیدن. در پایین هم همینطور.
رنگ کتاب آب به قدر جاری شده که به وسط کتاب اومده و اون نوشته هم رنگش عوض شده، ولی در سه طرف کتاب، یعنی بالا، سمت خارج متن، سمت پایین متن، برای خواننده و مخاطب جا گذاشته که نظرات خودش رو بنویسه. حالا ما صفحه های بعدی رو هم نگاه میکنیم. فعلا تو این صفحه هم میدیم کادر همون پررنگ، آب هم همون هست، بعضی از کلمات به رنگ قرمز نوشته شده، خطش منحصر به فرده و امیدوارم که من بتونم این خط رو بخونم. این خط نیست، خط دولتی نیست، استانداردهای دولتی نیست، این خط یک فردیه که اثر انگشتشه. این هر خطی اثر انگشت همون فرد هستش. اینجا ظاهرا یک مطلبی تمام میشه و یک مطلب جدیدی شروع میشه. نگاه کنید اینجا مطلب جدیدی شروع میشه، دوباره آب رفتگی ها رو اینجا میبینید و احتمالاً متن کتاب اصلی از اینجا شروع میشه. احتمالاً هم حالا میخونیم ببینیم این چی هستش. به شکل سوال و جوابم به نظر میاد که نوشته شده باشه. حالا من برمیگردم اینها رو میخونیم. این آب رفتگی در کتاب خیلی مشکل ایجاد کرده برای این کتاب. حیف این کتاب به این زیبایی. خطی که نوشته شده حالا شاید من در خوندنش سخت باشه برام، ولی جالب هست. سطرها خیلی به هم نزدیک، کلمه ها تو دل هم رفتن، ولی یه جوری نوشته شده که حالت پاراگراف ها مشخصه که یه سوال کجا شروع میشه، متن جواب کجا تمام میشه. متاسفانه کتاب آسیب جدی دیده و رنگ ها هم یه مقداری چیز شده. این کتاب 350 صفحه هسته که در PDF به شکل 175 صفحه دیده میشه. من حالا تلاش میکنم یه مقدار سرعت بیشتری به این بدم تا ببینیم که آیا تغییری در کتاب دیده میشه یا نه. بله، خطش یه مقدار بیشتر اون حالت کشیدگی های امروزی رو یا خوشنویسی های امروزی رو داره، ولی این کتاب خطی هست، دست نوشته هستش و یک نسخه منحصر به فرده. احتمال میدم که نسخه اصلی نباشه که نویسنده اصلی نوشته، یه نسخه‌ای باشه که یکی به سفارش یکی دیگری از روی یه نسخه دیگری نوشته شده باشه، ولی نگاه میکنیم. حالا اینجاها بهتر دیده میشه. نگاه کنید، احتمالاً آب باز هم هستش. در این شیرازه کتاب آب رو میتونیم ببینیم که سیاه تر دیده میشه، اما اون متن کتاب بهتر مونده. این قسمت ها حدوداً وسط های صفحه هستش و وسط های کتاب هستش و بهتر مونده. و اینجاها میبینیم بر روی بعضی از کلمات هم خط قرمز کشیده شده. مثلا اینجا بیر وقف احتمالاً هستش، ولی همون کادر به همون اندازه عرض و طول چیز و نویسندگی چیز ثابت مونده، سوال جواب به همون شکل، ولی خط یه مقدار بیشتری فکر میکنم هم نازکتر شد، ریزتر شد، نوک قلم ریزتر شد و همچنین با چیزها روبرو هستیم، با حاشیه نویسی هایی که برای این کتاب نوشته شده و رنگش هم مثلا این طرف صفحه رنگش افتاده تو این طرف صفحه و این رو هم میبینیم به علت ورود آب و خیس شدن جوهر کتاب و اینکه اون طرف دیگر هم بوده، خیس بوده، این حروف عکسش افتاده اونجا و ناقص هم افتاده. ما در این صفحه ها از همون قلم میبینیم که حاشیه نویسی کرده، سوال جواب هایی رو در این قسمت کتاب در حاشیه کتاب هم گذاشته. کتاب بسیار پرقیمت و ارجمندی هستش که ما میتونیم ببینیم و این آخر صفحه ها رو نگاه بکنید. آب چه کار کرده با این کتاب، خیلی خیلی آسیب دیده، خیلی آسیب دیده. برمیگردیم اول کتاب. این کتاب بسیار بسیار مهمه برای ما ترک ها، به خصوص این کتاب بسیار اهمیت داره. بذارید ببینیم اینجا چی شده. من مملکات الفقیر
چی الزه نشانه از شیخ مصطفی العریف. حالا اینجا فکر کنم اینجا بافث در زاده یه چیزی هستش اینجا نمیتونم بخونم. این کتاب متعلق به یه فردی به نام شیخ مصطفی العریف. بافته و زاده یه چیزی افتاده زاده باشه احتمالا. این پایین تو مهرش افتاده زاده میبینم. اینجا ببینیم اینجا چی کار کرده. قتنگل بالبیع و الشرع من المخلفات المشار الیه. حالا اینجا محروس الی الملک ببرستم المحروسة الى ملک الکاتب فی محکمة الصغرى الشهر جلال ملا سقفی یه چی اسم داره افندی و قد انتقل فی سلک الملکیه و انا الیه غرشان علی ثابت ادنوی. این یک کتابی بوده متعلق به یک نویسنده بوده که اسمشو گفته اینجا که در دادگاه فی محکمة صغرى. این در دادگاه، حالا دادگاه 2 مرحله بوده که ببینید در دادگاه 2 مرحله‌ای، حالا این دادگاه اولیه این کتاب شهر الشهیر فی محکمة صغرى الشهیر جلال ملا افندی که بوده. حالا یه دادگاهی بوده که اسم این نویسنده اونجاست، یعنی این حاکم اون قاضی دادگاه اسمشو گفته که بر اساس حکمش انتقال میشه به ملک، حالا اسمش غرشانه علی ثابت. حالا بقیهش چی هستش نمیتونم بخونم. النائب به باب المحکمه بروزهی و فی زمن مراد. حالا احتمالا در مورد سلطان مراد عثمانی هم این کتاب نوشته شده، احتمالش همینه. افندزاده. حالا اینجا دوباره مهر این پایین، بالا اون افتاده زاده هستش، این پایین یه چیز دیگریه. بابت علی حالا نمیتونم بخونم من. این مهرها یه تخصصی میخواد که اینها رو بخونه. بذارید ببینیم اینجا این نقاشی رو که دیگه از بین رفته نمیتونیم ببینیم چی از رنگا به هم ریخته. امیدواریم که بتونیم متن رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و صحبه اجمعین و بعد. این و بعد یعنی اون قسمت حمد و سپاس برای الله و پیغمبر، سلام و صلوات برای حضرت محمد و صحابه تموم شد. معلوم اولا که اولا اوقافده واقع اولان اجارت یا اجارات صحیحنün müktezası akdileri üzerlerine ücretleri muaccele یا دو تا نوشته. این رو معجله با این و معجله با واو رو همزه. معجله و یا من جمله لازم gelip. اگر مسکوت انها olursa nece olur idikti müçtehidin Rızvanullah aleyhim ecmaîn beyan ettikleri üzere amel olunup amma mü'cele ve muaccele mesailünün ve mugata'atun surelerinin cevazi ve adem cevazi kütübi fikhiyede tasrih olunmamıştır. Her vakta kim Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri bu belde mübarekeye این چی هستش؟ مبارکه استا که مسیر. ولی اینجا نمیتونم این رو مبارکه، کاش که بشه این رو خوند. یه چیزی شده، رنگ ها به هم ریخته، نقطه ها خیلی چیز شده.
این astahir یه چنین چیزی میسر kıldıktan sonra بعد الفتح İslam binası afzaldır. Binası afzaldır diye cevap verildiğine göre merhum ve mağfur Ebu'l-Feth Sultan Muhammed Khan aleyhirrahmet ve gufran hazretlerinin bina eylediği cami ileti ve ma'bed kadim ve نظیری بیمثل و عدیم olan جامع مبارک ایاصوفیه و سایر مساجد شریفه اوقاف اقتضاء edip ol فتح المغل نفوسون کسرتی علمغین عرضه موقوفهی مبادنه استجار eder kimsene bu inan mağla لعجل رعبته و اعتبار. حالا اینو میبینید که بعضی از کلمات رو عربی هم استفاده کرده، اینجا دیگه آب ریخته. من این قسمت رو با اجازهتون البته میشه اگر یه مقدار با حوصله بخونه آدم میتونه این رو هم bir miktar حالا این اولش نه akça üzerine muqatıa itibariyle talibine verilip iktiza ederse meşayih İslam rahimehumullah el-Melikul Allam Hazrati fetvalar vermişlerdir. Bundan sonra حالا اینجا یه سوالی پرسیده بود خودش که آقا این زمین هایی که یا چیزهایی که ساختمان هایی که بعد از فتح اسلام اون سرزمین ها به دست مسلمان ها میاد یا شاه و اینها ساختن چیزها رو، اینا وضعیتشون چی هستش؟ گفتش که در اسلام نیست ولی طبق فتواهای گفتش فقها اینها تعیین وضعیت شده. دیدید که اینجا هم همینو میگه. حالا سلاطین مازیدن مرحوم سلطان سلیمان خان ثبت مرقده، حالا اینجا این ثبت چی هستش نمیدونم، با ساد نوشته شده. سلطان سلیمان خان ثبت مراقدهو قطرات الغفران حضرتlerinin دولت خیلی خیلی مؤدب می نویسه، همونطور که به الله میگه الله افندی یا الله حضرتleri یا میگه پیغمبر حضرتleri، همینطور به انسان هم وقتی برمیخوره میگه حضرتler، فقها حضرتleri. مثلا یه چنین چیزی Hazretlerinin dövləti zamanında gəldikdə ol əsrdə bulunan kübar ulema, böyük, kəbir kübar, əksərəhumullah darulbaqa və vəlbəqallahu asarahum ila darulfəna یا حضراتی معجله و معجله اعتبار اولون مقدر. حالا اینا کلمات حقوقی هستش که من نمیدونم، معجله و معجله. البته میتونیم گوگل بکنیم ببینیم معنیش چی هستش، به همین سادگی. گوگل در کنار ما هستش، به سرعت از اینجا خارج میشیم و مینویسیم معجله چی میشه ببینیم. کلمه معجله تشیر الى کلمه معجله تشیر الى اما الى المزلجه المعجله او خداع تزلج بعجلات، احتمالا به معنی کلمه عجله هستش. حالا و هو خداع ذو عجلات صغیره یساعد علی حرکت سریعه، اینها یک چیزهای کوچیک هست، عجله های کوچیک ریزی هستن که برای به حرکت و عجله سریعی با سرعتی نیازه از ترفیهی و ریاضیات المختلفه. حالا در اینجا هم از ریاضیات و یه چنین چیزهایی استفاده میکنن. اون معجله رو ببینیم چی هستش. اگه بتونیم اینو با همزه معجله
ببینم اگه درست نوشته باشم، معجله یا معجله. تعریف و معنی معجله فی معجم المعانی. ببینیم اینجا چی گفته. گفته که از عجله هستش، عجله ایجالا حبسه و منعه، حبس کردن و منع کردن. خب معنیش همینه دیگه، خیلی نریم داخل لغت. خب پس یکی به معنی عجله هستش و دیگری به معنی حبس کردن، محدود کردن. اعتبار اولو المقطع اوقافون اگاراتنی، اگارا قراردادها فکر کنم باشه، یک نوع قرارداده فکر کنم. اگاراتنی احیا در عیب اولو المقطع باعث olur diye fetvalar verip o asrdan sonra kalan fuzalasi Rum ve fuhul Gurum اعنی حضرات مشایخ اسلام رحمهم الملک العزیز العلام کذالک فتوالر و ورمکل بعض موارد اختلافleri bulunmakla ihtilaflerini bilmek kutub fetvای tefahhüsüne muhtaç olup سلفده. حالا دیگه بذارید بریم یه صفحه بعد به یه قانون پیدا. حالا اینجا در مورد املاک صحبت کرد. خب اینو دیگه متوجه شدیم که حالا در مورد سلطان سلیمان هم گفتش که برمیگرده به از اون دوره مثلا تونستن یه کارهایی بکنن. من میخوام یه چیزی باشه که بتونم بخونم، ولی این آبگرد رفتگی کتاب یه مقدار چیز میکنه. ببینیم اینجا چی گفته. اینجا در مورد بابها صحبت میکنه. بذارید ببینیم میتونیم اینها رو. ikinci باب. خب اولکی باب چی هستش؟ قسم ثانی فراغ قطعی غیر معتبر بیاننده olduğu idi. Fazl üzerine dür. 7 فصل üzerinedir. در 7 فصلی این کتاب نوشته شده. اولکی فصل بلا مصنوع شرعی ولیک ولینün vaz'ün فراغ بیاننده‌دür. ikinci فصل فراغ معتوه بیاننده‌دür. حالا اینا دیگه کلمات لغات حقوقی هستش که من نمیدونم و نمیخوام هم برم گوگل بکنم معنی هاشو بدونم الان. ikinci فصل فراغ معتوه بیاننده‌دür. üçüncü فصل متولی kendi nefsine ve valideynine گرانداشنه و متوفانın اولاد صغاری وسیسine الاجاری بیاننده‌دür. این هم در این هستش. dördüncü فصل مجرد ضرورت نفقه üçün فراغ بیاننده‌دür. خب اینم در مورد نفقه هستش. beşinci فصل مرض معتده olan فراغ بیاننده‌دür. اینم در مرض و معتده، موت مرگ. altıncı فصل فراغ بلا اذن المتولی بیاننده‌دür. بدون اذن حالا یکی بره چیز بکنه، متولی دخل و تصرف بکنه. yedinci فصل جبر اواق، نمیدونم یعنی چی، و فضولا فراغ بیاننده‌دür. نوع ثالث، حالا اینجا یه شق دیگری براش گفته که این نمیدونم یعنی چی، این تا اینجا نبود، اینجا فصل بود، احتمالاً از اینجا نوع ثالث شروع میشه. فراع به شرط بیاننده‌دür. üçüncü باب، حالا این باب ها رو میگفته داخل یه بابی این چند تا فصل رو گفت که من دیگه چون نخونده بودم نفهمیده بودم. مثلا اینجا در بالا کتاب رو که داره بیان میکنه، اینجا بذار ببینیم اینجا چی میگه. حالا فصل
از اینجا به بعد شروع میکنه به اینکه در کتاب چی هست. 7 bab üzerine tertip eyledim. این کتاب رو میگه که عرض امیریه فتواleri cem eyliyor 27 باب üzerine tertip eyledim. مجموعه، حالا امیریه احتمالاً یا فرمانها هستش یا در خدمت دربار بوده، یه جایی اونجا جمع می شده. میگه مجموعه این فتواها رو جمع کردم و در 27 باب اینها رو نوشتم که حالا این 27 باب خود هر بابی ممکنه چند تا فصل داشته باشه که ما یکی از اینها رو خوندیم دیگه، نمیخوام بقیه رو بخونیم. اولی چی بود؟ üzerine oldu. Evvelki bab ahbar اوقاف بیانındadır. Oldaki 2 فصل üzerinedir. خود اول که در مورد اخبار یا احبار هستش، نمیدونم این چه معنی میده، میگه خودش 2 فصله که میاد فصلها رو میگه. اولکی فصل توسیع مسجد بیانındadır. مسجد رو بزرگتر بکنن. مسجد کوچیک بوده، حالا میخوان اینو بزرگتر بکنن. و در ikinci فصل ترمیم اوقاف بیانه. حالا یه مسجد، یه خونه، یه باغی، یه چیز، دو مغازه‌ای چیزی وجود داره که اوقاف این رو چجوری ترمیم بکنن. بعد میره دیگه باب سوم. پس هر بابی ممکنه چند فصل داشته باشه که ما در این صفحه‌ای که تلاش کردیم بخونیم اونها رو خوندیم. حالا اینجا ikinci فصل هم که خب نوع ثالث رفت داخل این که حالا چند تا بوده. 3. باب mütevellinin izniden imtinai beyanındadır. Oldaki 2 فصل üzerinedir. خود این باب هم از 2 فصل تشکیل شده. 5. باب بریم. حالا من همینجوری باب حق مرور و حق شرب بیانındadır. این که یه اوقافی هستش، این یه آبی داره داخلش، از این چجوری باید برداشت کرد یا خورد، و یا اینکه از این باغ یا این زمین وقفی چجوری رد شد رفت تو زمین دیگر مثلا. این یه حقوق دیگه، یه وضعیتیه، باید به هر حال یه جوری حل بشه. حالا من با اجازهتون یه کاری بکنم، چون این کتاب زیاده، هر 20 صفحه یه چند سطر میخونم. الان میریم صفحه 25. اینجا صفحه 25 ببینیم میتونیم ازش یه چیزی بخونیم. میخوام ببینم که این کجا جواب، اینجا جوابو نداره، نه از اینجا شروع میشه. یه سوالی این بالا پرسیده که ظاهراً bir وقف منزلون واقفی اولان زید گفتیم که در زبان عربی، در ادبیات عربی زید و عمرو به عنوان فلان کس استفاده میشه. مثلا در ترکی و فارسی، در فارسی قدیم الان دیگه موجود نیست، میگن که فلان کس فلان کس فلان کس. حالا این در عربی و ظاهرا به فرهنگ ترکیه هم وارد شده. الان مثلا در ترکیه خیلی میگه مثلا فاطما یا بکیر، مثلا اینو خیلی به کار میبرن. یه اسم رو به عنوان سمبل به کار میبرن که مثال بتونه واقعی تر دیده بشه. زید منزلی مزبوری اجاری معجله و معجله ایله ایجار، یا حالا این چی بخونیم؟ به حالت ابنار اولون میه. اینجا یک کاف گذاشته که میخوام این کاف رو بخونم. ایله ابکار اولون میه. ابکار یعنی چی نمیدونم. منزل مزبوری اجاری معجله و معجله ایله اولون میه. این ابجار اولون میه. این کشیده اینجا، من ایجار میخونم این رو، حالا این کشیده رو نمیتونم بخونم در اصل، نمیدونم به چه معنی میادیم. ایجار علمیه یعنی، حالا بذارید ببینیم چی در جمله بعدی این آیا معنی پیدا میکنه یا نه. دیو شرط و قید اتمیشی کن متولی منزل مزبوری عمره
امره زید امره اجاره میده. امره bir miqdar akçe icara mücele ve ecri mislinden naqis ücret muaccele ile ایجار. بله ایجار باید بخونیم، اون کشیده هرچی هست خونده نمیشه. ایجار ادوب امر بعد الاستیجار bir gaç sene tasarruf eylese hala emr fut olup menzil mezburi validi zapt ettikdə mütevellilər vəqf icari müceldən ecri mislün nüksanine muqabil olandan fazli sini ömrün fazlasi emrün verasasine verip ve menzil mezburi veledinden alıp şart vakıf üzere ecri misli ve ücreti muaccele ile icara qadir olur mu? Cevap olmaz. جواب اینه که نه نمیشه دیگه. حالا بیاد این مادرش نشسته بوده بیاد از دستش بگیره. حالا یه کار حقوقی دیگه میگم. این یه فقط چیز رو خوندیم، یه مثل رو خوندیم. بریم صفحه هر 20 صفحه گفتیم، بریم صفحه 45. ببخشید من چرا دارم این صفحه ها رو اینجوری ورق میزنم. بریم صفحه 45. اوکی، اینم صفحه 45. ببینیم اینجا 1 2 3 تا جواب، سوال جواب هستش. ما بریم اینجا اولی رو ببینیم، اولی از بالا. بله همینجا شروع میشه. بندون وقف müsteceli olan bir menzili muhtarik oldukda. محترق یعنی آتش گرفته باشه. حالا این بندون چی هستش یا هندون چی هستش؟ هر دوتا میشه خوند، ولی بندون هستش یا بندک وقف. احتمالا اینجوری بخونیم، بندک نمیشه به نظرم در ترکی به این شکل زیاد من ندیدم حداقل، چون من ترکی بلد نیستم که ادعا بکنم که بندک یا بندون وقف müecceli olan bir menzil muhtarik oldukda غله وقفیده binaya مساعد olmakla متولی arsasini yomi bir miqdar akçe muaccele ve 5000 akçe muaccele ve muaccelesine mahsub olmak üzere zeyde binaya izn verip icar ettikten sonra zeyd bina etmeyip ahire bir miqdar akçe bedel muqabilesinde farag murad ettikdə mütevelli razı olmayıp hala galle ve fakde iddia ve fukd iddiayı var diriyüp ol vardır deyip ol Zeyd'den aldığı 5000 akçe icara muaccele Zeyd'e Zeyd'e reddedip ol menzili yerini, o menzil yerini Zeyd'ün yedinden alıp binaya qadir olur. الجواب olur. خب اینم یه سوال دیگه بود که حالا مثلا یه جایی وقفی بوده به من اجاره دادن به شرط اینکه اینجا یه خونه بسازم، یه بنایی رو ایجاد بکنم. حالا دیگه ترجمه نکنم. ترکیه، این کتاب حقوقی و ترکیه داره در مورد مسائل زمین صحبت میکنه، به خصوص وقف. چون که میدونیم مثلا در ایران از هر 3 متر زمین یا از هر 10 متر زمین نمیدونم 7 مترش یا هر 3 متر زمین 2 مترش وقفیه. خب یعنی در حقیقت اکثر جاهایی که در ایران وجود داره
یا در طور که وجود داره ممکنه که وقفی باشه. حالا شما تو این زمین‌های وقفی که ظاهرا شما اونجا زندگی میکنید ولی صاحبش نیستید، به نوعی مستاجر هستید. نمونه این سفیان هستش. شهر سفیان فرودگاه تبریز بر روی وقف ساخته شده. فرودگاه تبریز بر روی وقف ساخته شده و از اونجا تا خود باغ‌های سفیان و اینها همش و خود شهر سفیان در داخل وقف امیرکبیر هستش. حالا این امیرکبیری که این همه طرفداریش میکنن، این انسان‌هایی که اینجا زندگی میکردن انگار صاحب زمین نیستن، نسل‌های نسل اونجا کار کردن، ولی خب شاه گفته اونجا مال شماست، اینم رفته گفته آقا اینجا مال منه. البته در گذشته هم اینجوری بوده، یعنی حالا اینو میگیم بعد از اصلاحات اینجوری شده. قبل از اصلاحات یه جایی یه زمینی بود، این رو یه نفر میفروخت، من میخریدم دیگه، این کل این زمین مال من بود. هر کسی میخواست اینجا آبیاری بکنه، باغ داشته باشه، نمیدونم چیز داشته باشه، باید میومد از من اجاره میکرد و اهالی این روستا این منطقه میومدن این زمین رو، من میگفتم برو کار بکن، مثلا 1 دهم 2 دهم به من بده، من ازت مثلا اگر 1 تن محصول داشتی 200 کیلو یا 100 کیلو به من میدی، مثلا اینجوری قرارداد میبستن. در نتیجه امیرکبیر هم حالا گفتن که برو این زمین ها مال توه، اینم اومده اینجا رو وقف کرده. الان یه جنگی که من در وقتی که در وطن بودم و روش کار میکردم، همین مسئله حل مسئله وقف و دعوای بین وقف و سفیانی ها بود، مردم سفیان. این چند 10,000 نفری که در سفیان زندگی میکردن با همچنین باغ و محل کار و خونه و اینها داشتن، اینها انگار مستاجر مثلا اون وقف بودن. خب بریم یه صفحه دیگر رو بخونیم ببینیم که از وقف خارج میشه یا در مورد چه چیزایی صحبت میکنه. من الان اومدم صفحه 56 ببینیم اینجا چی هستش. الجواب یخصه وقفی اولور، وقف کیمی اولور. حالا اینجا نمیدونم از وسط شروع بکنیم یا بریم از اینجا شروع بکنیم. اینجا زید عرصه و بنایی وقف علمق اجاره اجاره معجله و معجله ایله متصرف اولدوغی bir منزلی ömre bir miktar akçe mukabelesinde izn mütevelliyle فراغ و تفویض و بدل تفویض قبول edip بعد زید فوت olduqda اولادی مزبورun arsesinden şu miktar validemiz bende mutevaffanın milki olup zeyd fuzula vaqful حال. اینجا دیگه اون چیزی که اونجا ایجار خوندیم اینجا وقف الحال خونده میشه انگار. اتمشتر یا ایجال یا ایکال، نمیدونم این چی خونده میشه. وقفه ایکال etmiştir. Hala bizim anamizden intikal mülk murumizdir diye dava. Morusimizdir. احتمالاً باشه موروثمز، نقطه نداره ولی با این حال من اینجوری دور دیگه دعوا و بعد اثبات و الحکم عرصه mezbure milk üzerine zapt ettiklerse emr dahi zeyde bedel farag diye verdiği akçenin ol arsaya mukabil olan mikdarini almaya qadir olur. الجواب olur. حالا اینم یه سوال دوباره بر روی ملکه. ملک مهمترین جنگ در گذشته بوده دیگه. بریم صفحه 75 ببینیم که اینجا چه چیزی. اینجا بهتر دیده میشه خطها، بذارید یه مقدار خیلی خوب نوشته در اصل. من اینجا که دیده میشه در این صفحه 1 2 3 4 تا سوال جواب هست.
همین اولین سوالی که اینجا دیده میشه، اول از اونجا. نوع ثانی اثر bina müşahede olunan muqati'ali arsa üzerine bina beyanındadır. حالا اینجا دیگه داره در مورد ساخت و ساز صحبت میکنه. بر زید bir مقدار وقف yeri mütevellisinden muqati'e ile alıp. حالا مقاطعه چه حکمی داره نمیدونم، یعنی از نظر حقوقی قانونی و شرعی چه معنی داره من نمیدونم. مقاطعه ایله، چون که میره از متولی مقاطعه ایله آلوب üzerine اوتلر بنا اده اوتلر. حالا این اوتلر بنا ادب، اوته چه ساخت و سازی نمیدونم. نجسینه وقف مقاطعesini verirken öteler yanıp. حالا اینا سوختن. اثر بنادن الحق 2 یا 3 زرا مقداری یری. حالا اینجا سقب دیوار گالسه. اینجا میگه که من اینجا رو نتونستم بخونم. میری سفراب دیوار گالسه، حالا خراب دیوار. یری خراب دیوار گالسه حالا متولی وقف için ben tamir elemek vakfı enfa'dur diyor. Zeydün almağa kadir olur. Cevap olur. Zeyd bir miktar erseyi senede şu kadar akçe muqati'e ile mütevelliden alıp izni mütevelli ile eşcar غرس. اشجار جمع درخته و غرس کاشتن هست. غرس و ابنیه هم جمع بنا هستش. ابنیه احداث ادب اول اشجار ابنیه‌ای هر جهت آخریه وقف و تسجیل شرعی و تسلیم الى متولی ادب بعد مرور ایام الى اول اشجار گریوب یعنی خوش شده. اول اشجار گریوب و ابنیه منهدم اولوب. حالا در زمان دیگه از بین رفته. لکن آثار باقیه اولوب. حالا یه اثری درسته که اون درخت خوش شدن دیگه میوه نمیدن، ولی هنوز هستن، یه بخشای از اون درخت‌ها هستن و اون خونه یا اون چیزی هم که ساخته بود اون هم از بین رفته، ولی هنوز اون تخریب شده ها اونجا هستن. آثار باقیه اولوب. وقف اوله هر سنه مقاطعesini وقف ثانی متولیه verirken حالا وقف اول متولی اول ارسایی ضبط قادر olmaz. اون اولی این رو وقف رو کرده، اجازه داده به دومی حالا یه کارهایی انجام داده و بعدم اونها تخریب شدن. حالا میخواد بیاد اولیه میاد میگه آقا من میخوام بگیرم. نه، میگه نه، این آدم اونجا کار کرده، درخت کاشته، با اینکه خوش شدن ولی مال اون بوده و اینجا خونه ساخته، ابنیه ساخته، با اینکه تخریب شده ولی مال اونه. نمیتونی بیای ازش از مثلا بچه‌هاش یا از خودش تحویل بگیرین. بریم ببینیم که تو صفحه 100 چه خبر هست. صفحه 101 اومدیم. بذار ببینیم 100 رو نخونیم دیگه. صفحه 101 ببینیم چی. اینجا در مورد بابها صحبت میکنه، انگار که یه فصل جدیدی وارد شدیم. بذار ببینیم. بله، یه چیز قطعه ثالثه اراضی میریه بیانونده. میریه یعنی حالا چه نوع اراضی بهش میریه گفته میشه نمیدونم. در اینجا در مورد این نوع زمین ها و حقوقی که حاصل هستش صحبت. البته اینجا یه کلمه سلطان دیدم، بذار ببینیم چیه. سلطان محمد اوقافندن olan qəsəbədə bilavariz fot olanların tərəkəsi və qəzə vəqfə hasil qeyd olunub. Bu vəcih üzərə mütəvəllilər qəbz diyu əmr sultani verildikdən sonra hala ol qəsəbədə Bekr bilavariz fot olup terekesini
متولی به وقف اولان بشریندن ده. حالا اینجا بشری ده اولان بشریده ده اولان امر سلطانی، این هم یک کلمه وقفی هستش که نمیدونم چه. بشری دن بشری دنده بشری زده حالا نمیدونم یعنی بشریزده اولان امر سلطانی موجبینجا قبض مراد الادکده امین بیت المال خلاف امر متولی من ادب کدلی کندی قبضه قادر olur. الجواب olmaz. کندی قبضه قادر olur olmaz. حالا یه قبضی خودش بده میگه نه اون قادر نمیشه. اینم از این صفحه. حالا اینجا بر روی زمین‌های سلطانی یعنی شاه کار میکرد. قطعه ثالثه اراضی میریه بیانون داده. اول دخی 27 باب üzere. همین خودش 27 بابه این اراضی. اولش باب اراضی میرینین اکبریا یا تابو ایله تابو این تابو هستش. تابو امروزه ما در قباله گفته میشه در ایران. اقربا احتمالاً باشه. اقربایه تابو ایله انتقال بیان داده. بر اساس تابو قولنامه احتمال میدم قولنامه و قباله رو شامل بشه، نمیدونم دقیقاً. این تاپو میدونم که الان دیگه در ترکیه تاپو میگن، تابو نوشته در اینجا همونه. این به چه معنی؟ بذارید ببینید تابو رو گوگل چه معنی میکنه. تابو ببینیم که به چه معنی اینو معنی میکنه. تابو سندهی terms broad for Arabic. سندهی terms نه این دیگه بذار ببینیم انگلیسی یا چیز هستش. تابو مارماناند این احتمال میدم به چیز هستش، پاکستانه. بله به چیزه، به تابو. اینجا آپاندیس چیه بذار ده خدا. تابو خواندن. یقالو تباهو الیه تبوان، خواند او را به سوی وی. نه برگردانیدن کسی را از کاری. نه این به این معنی نیست، قطعا به این معنی نیست، به معنی قولنامه و چیز هستش. اینجا اینم که به درد نمیخوره. المعانی تعریف و شرح تابو. تابو مصدر طبی، مثل طب هستش. صوت الداعی اللطیف المستعمل. طبی تابو تباه الیه تبعان ادعاه دعاتا لطیفا و استعمل الیه. حالا اینجا هم به معنی صدا زدن هستش. این نیستش. امروز تپو گفته میشه، تاپو. حالا باید اونجوری بنویسیم که بذار پ بنویسیم ببینیم میاره. تپو لغتنامه ده خدا مخفف لفظ تاپو است که به معنی خمره گلی است. نه اینم نیست. نه این قطعا به معنی اون چیزی که من میدونم، حالا به معنی سندیه که زمین داد و ستد میشه. امروز هم در ترکیه چیز هستش، رایج هستش. اول که متوفانون، اول که حالا این باب ها رو داره گفته. این ببینیم که متوفانون اغلی یغیسه قزنه در تابو ایله انتقالی بیان داده. حالا این باب اول این چی بود؟ اول کی دوباره. حالا پسر نداره این متوفا، دختر داره. آیا میتونه بهش منتقل بشه؟ نگاه کنید در مورد ارث و میراث الان دوباره رفت صحبت میکنه. ikinci فصل قزی یغیسه لاب یغیسه لاب ارگرانداşı
لاب آر گرنداشنا تبو ایل انتقال بیان دادر. حالا برای برادرش میتونه منتقل بشه. 3. فصل بو باب را ارگرانداشی بو بابرار گرانداشی یوغیسه. حالا برادر نداشته باشه، این نمیدونم چی هستش، بیرر احتمالا باشه، بیرر. بو باب ابرار گرانداشی بو باب برار گرانداشی یوغیسه اول محلیده ساکنه قز گرانداشینه تبو ایله انتقال بیان داره. حالا اینها دیگه رفت دیگه خیلی هم من توانایی درک این مفاهیم بسیار پیچیده حقوقی رو ندارم. خب میدونید که حقوق الان در ترکیه من تا اونجایی که میدونم مجموعه حقوق بیش از 500 جلده. یعنی اینقدر گسترده هستش دیگه. یکی از این جلده ها میتونه همین خود این کتاب باشه. بذارید ببینیم اینجا داره هنوز در مورد فصل های این بخش از کتاب صحبت میکنه. مثلا بذارید ببینیم اینجا یه چیزی بخونیم ببینیم. 7. فصل فراغ بلا اذن احتمالاً بالاذن بیان دادر. 8. فصل تفویضه معزون اولانون izniyle fəraq bəyan edədir. 9. فصل ضرورت din üçün müsbət və zərurət nəfəqə üçün zərurət deyn üçün müsbət və zərurət nəfəqə üçün fəraq bəyanındadır. 6. فصل sipahi kəndi nəfsi üçün تعویض و قبول بیانındadır. یا تفویض، اینجا نقطه ها رو یا نگذاشته یا اصلا از بین رفته، نمیدونم. اینجا برای اولین بار میرسه به سپاهی، یعنی اونایی که عضو نیروهای نظامی بودن در اون زمان. صاحب ارز اغلنه و زوجسینه تفویض بیان داده. حالا یک کسی زمین رو صاحب هستش، حالا مرده یا نمرده زنده هست، میخواد این رو به اسم زنش بکنه یا به عنوان فرزندانش پسرش بکنه. 10. فصل سپاهینون ازندن امتناعی بیان داده. 9. باب بی و میراث و خیار رؤیت و استحقاق و تعذیر و غبن فاحش بیان داده. غبن اینجا زیان هستش. حالا من اینجا رو دیگه خیلی نکردم چون که اینجا بی خرید میراث، بی و میراث، بی خرید میراث که میدونیم میراث هستش، خیار یک نوع قرار داده، رؤیت خیار رؤیت یعنی بره ببینه بعد چیز، و استحقاق اینم که دیگه نمیدونم حقوقیه دیگه، تعذیر و غبن میدونیم که یعنی ضرر. 8. باب تملیک و هبه بیان داده. حالا زمینی رو بره تصاحب بکنه، تملیک تصاحب بکنه و ببخشه، هبه ببخشه. خب ببینیم تو صفحه بعد همین ادامه داره. خب اینجا 25. باب صاحب ارزیدن izn ve temassuk elde bulunmasının lüzumi beyanındadır. 26. bab şuraka-i timarun birinin izni ikfayet eylemesi beyanındadır. حالا اینجا کفایت فکر میکنم باشه. اینجا یه الفی هستش که من رو به چیز انداخت. izni kifayet eylemesi beyanındadır. 27. bab اغفال beyanındadır. حالا یکی رو اغفال بکنیم، گولش بزنیم. دور خاتمه مسائل سنتی یا سنی یا متعلق به تکلیف الشاقه و العوارض اولدخی
اون ایکی فصل. حالا همین هم خودش این مسائل متفرقه و اینها خودش 12 فصله که حالا فصلها رو می نویسه. فصل ثانی عشر 12 جزیه بیان داده. این جزیه چی هست؟ حالا ببینید برگرد اینجا مهمه، بذارید اینجا این مسائل چیز رو گفت. این قسمت به نظرم جالب شد. خب اینجا الفصل الاول وزیرون سفره و خلیفه حسرده بیر منصبی توجیه بیان داده. حالا وزیرون سفرده و خلیفه حزرده. سفر و حزر، سفر وقتی که میره برای جنگ این هست. حزر حالا احتمالاً در منطقه هست اما از اونجا خارج شده، مثلا رفته ییلاق داره، شکارگاه و اینجور چیزا رفته. حزرده بیر منصبی توجیه. حالا وزیر منصبش، جایگاه حقوقیش چی هست؟ نگاه کنید این رو داره بیان کرد. از فصل ثانی برامن روزنامه مخالفتی بیان داده. حالا اینجا این چی هستش؟ نتون براتون، احتمالاً برات، من اینو برات خوندم. براتون روزنامه مخالفتی بیان ده. روزنامه به معنی روزنامه‌ای که امروز میخونیم نیست. اون دفتری هستش که در اونجا مسائل حقوقی نوشته میشده، قراردادهای بین طرفین نوشته میشده. حالا یه آدمی قبلا برات رو توضیح دادم در کتاب، در 3-4 جلسه قبلی که برات چی هست. برات از دوره مغول رایج شد. شما حالا مقداری پول دارید، هر چی هست، طلا و اینجور نقره و هر چی دارید، این رو میدید به یکی و یه کاغذی به شما میده. این براته. شما در مسیری که دارید میدید هر جا میتونید برید به یکی مراجعه بکنید که دولت اون رو گذاشته و ملت هم بهت اعتماد کردن. اون میتونید این کاغذ رو میدید، یه مقدار از اون پول رو میگیرید، زیرش نوشته میشه و انتها چقدر مونده هم میمونه و همینجوری میرید جلو. این میگه که این برات با اون کاغذ اصلیه نخونه. در دفترچه‌ای که نوشته شده، مثلا شما دادید در، مثلا میگم در تبریز دادید به یک برات نویس یا اون کسی که اونجا بگیم صراف، به یک صراف دادید که دولت تاییدش کرده و ملت هم بهش اعتماد کردن. یه کاغذی گرفتید، آقا من 10,000 سکه طلا به شما دادم، میرم احر به یه صرافی که با هم اینها کار میکنن، میرم اونجا این کاغذ رو میدم. این کاغذ رو که حالا من هم امضا کردم، اونم امضا کرده، مهر کردیم هر دوتا، اینجا یه 200 تا ازش میگیرم از اون 1000 تا یا 10,000 تا. بعد میرم دوباره مثلا میرم کلیبر یه 100 تا دیگه اونجا میگیرم، میرم مثلا 200 تا دیگه از هوراند میگیرم، میرم مثلا آذربایجان شمالی اونجا هم یه چیزی میگیرم، میرم مثلا نخجوان یه مقدارم اونجا میگیرم، همینجوری. بعد حالا یهو میاد این با هم مخالفه، این مجموعه اینها با هم نمیخونه. این رو باید چجوری چیکار باید کرد؟ یا بدهکار یه چیزی، حالا اینجوری. الفصل الثالث عوارض طلبندن علمیان بیاننده. اینم عوارض. الفصل الرابع عوارض طلبندن اولونانلارن بیان، اولونانلر بیاننده. اولانلار، بله اولانلار بیاننده. الفصل الخامس سالیانه تکلیف عرفیه اولون میانلر بیاننده. خب الفصل السادس کیفیت توزیع سالیانه بیاننده. چجوری اینا سالیانه تقسیم بکنن. الفصل السابع رسم رعیت و بنان و جفیت بیاننده. حالا اینا کلمات چیزه که رسم رعیت چیه، بناک یا بنان چی هست و جفیت چی هستش. بران. الفصل الثامن معارف و مسلم یا مسلم، معارف و مسلم یا مسلم. الفصل تاسع آخر گریه نقل، اول قریه بوده، اول روستا بوده، حالا آخر روستا نقل. الفصل العاشر اهل براتون
فراغ و نزاعی بیانون دادر. حالا این دو طرف برات دارن، اینها چجوری با هم مشکل پیدا کردن، چجوری فراغ پیدا بکنن از هم دیگه. الفصل الحادی عشر خراج ارز بیانون دادر، مالیات. حالا رسید به مالیات. الفصل ثانی عشر 12 جزیه بیانون داده، این هم در مورد مالیات غیر مسلم. مسلم مالیات میده، غیر اسم اونها که مسلمان نیستن اسمش مالیاتش اسمش جزیه هست. قطعه ثالثه اراضی میریه بیانون داده، این هم که دوباره اول دقی 27 باب خود همین هم 27 بابه. ببینید چقدر حقوق گسترده بوده و ما میگیم که آقا حقوق اله بوده بله بوده. خب اینجا یه چیزی گفته بذارید ببینید. اول که باب اراضی میریانن اقربایه تابو ایل انتقالی بیانون داده. اول دقی 6 فصل üzerine نداره. خود همین 6 فصل داره. اول حالا فصلهای اینو متوفانون اغلی یخیسه عرصه انتقال بیانون داده. حالا این عرصه رو چجوری انتقال میشه داره؟ عرصه زمینی که روش بنا وجود نداره، اون قسمتی که البته خود یک زمین خودش یه جوری حساب میشه، بعد بنایی که داخل اون هست یه جوری، یعنی خود زمین مثلا بگیم یه زمینی هستش که کلا 500 متره 1000 متره، بعد میان در یه قسمتی از این زمین یه بنا میسازن، مثلا در 2 طبقه، هر طبقه هم 100 متر، اون 200 متره، میگن زمین 1000 متره، عرصه 200 متره، عرصه 200 متره، بنا ببخشید عرصه 1000 متره، بنا 200 متره، دیگه از عرصه کم نمیکنن. فکر میکنم اینجوری، نمیدونم، بازم اینو چیزاییه که من صلاحیتشو ندارم در این باره صحبت بکنم، فقط یه چیزایی به ذهنم میاد، حالا خرابم ممکنه که بکنیم قضیه رو. بریم صفحه 115 ببینیم که اونجا چه خبره. کتاب خیلی بلنده ظاهرا، کتاب حقوق. امروز هم اوراق حقوقی حتی در همین کانادا یه برگ آ4 داریم که میدونید فتوکپی که میکنید این اسمش آ4، دورت آ، ولی برگهای حقوقی تقریبا 2 برابر این هست، شاید یه مقدار کوتاه‌تر، عرضش عین همه ولی طولش بلندتره. زید صغیرون تارلا باغ و زراعت، مراکز زراعی، حالا زمین با هستش، باغ هستش، هرچی هست نمیدونم. زید صغیرون، این صغیر هستش، سنش چیز نیست. تارلالری 3 سنه بلا عذر زراعت اولون مغله سپاهی محروز مجرد احتمالا زراعت اولون طالبی ایله تابو ایله ورمگه قادر اولور می. حالا اینجا ورمگه قادر اولور می. این سپاهی گفتم که احتمالا یه نظامیه. حالا یه چیز هستش، یه بچه هستش که صغیر، زمین‌هایی از پدرش به ارث مونده، حالا این بچه نمیتونه این زمین‌ها رو زراعت بکنه، 3 سنه بلا عذر، اما عذری ندارن که چرا این زمین‌ها کاشته نشده. زراعت اولون مسا، حالا 3 سال اولون مغله، اگر نشده سپاهی این محرو زراعت اولون حالا اینجا رو نمیتونم بخونم راستشو بخوای، زراعتشو میدونم اولمیه دیه. آها این احتمالا مجرد باشه، اینو باید سپاهی مجرد زراعت اولمیه دیه تابو ایله ورمیه قادر اولور می. الجواب اولماس، نه نمیشه این رو با چیز سپاهی بیاد اینو ازش بگیره. حالا چی هستش قضیه نمیدونم. زید تارلسی 3 سنه بلا عذر زراعت اتمیوب، یه تارله، یه زمینی داشته، باقی داشته، زمین کشاورزی داشته، این رو 3 سال بدون عذر، به ایجاد عذر، مریض نبوده، سفر نبوده اینا،
ولی زراعت نکرده. اتمی تعطیل اتمک لسپاهی تابو ایله آنو ورمک مراد اتدikte zeyd ile verdiğini verip ben alırım demeye kadir olur mu؟ جواب olur. حالا میگه که اینم یه مسئله است دیگه. اینجا کتاب از اون آبدیدگی یه مقدار در امان مونده و خوب هست. بریم صفحه 120 کتاب رو ببینیم اینجا چه خبر هست. 121 اومدیم. سوال ها بلندتر از خود جواب هستش. جواب فقط سوال رو خیلی دقیق میپرسیدن. هنوزم همینه. هنوزم اگه از یه مجتهدی سوال رو گنگ بپرسید، اونم گنگ جواب میده. سوال رو باید خیلی دقیق بپرسید تا دقیق جواب بگیرید. بله یا نه؟ اینجا زید تبولی ترلاسنده ترلا همون گفتیم ترلاسنده مغروس اولان مغروس قرض شده درختای کاشته. اولان جوز آقاجینه مالک ایکن ترلا ایزنی ترلایی ایزنی صاحب ارزیله امره فراغ اتدikte آقاجی به eylemese زید آقاجی ضبط اتدikte امر و mücerred tarla feraغ etmekle ağaç hükm havac mülküm olmuş olur diyor. Zeyd منع قادر olur mu؟ جواب olmaz. یه زمینی داره، من یه زمینی دارم، روش درختی کاشتم درخت‌هایی رو کاشتم، حالا میوه میده. مثلا یه نفر اومده گفته آقا من این زمین رو ازت میخرم اینقدر، توافق کردیم، ولی در متن و در گفتار نیومده که با درختاشم میخرم. حالا وقت چیز رسیده، چیدن میوه ها رسیده، من میرم میگم آقا من زمین رو فروختم، درخت رو که نفروختم. میره به دادگاه باید حکم بده. حقوق اینه، زندگی انسان ها به اون چیزهایی که بهشون مربوطه خیلی حقوق، مگر نه مثلا نمیدونم من که مثلا بگم چه حقوقی بگم که مثلا خیلی من باهاش درگیر نباشم. مثلا قتل، یا اینم مثلا حالا آدم ها به هر حال خواهی نخواهی بعضا درگیر میشن. در اون دوره مثلا تجارت بین الملل، مثلا حقوق کشتیرانی، مثلا برای ما آذربایجانی ها که دریایی خیلی در نزدیکمون نبوده، مثلا دریای بین المللی، نه خزر رو که خب اون یه چیزی دیگریه که داریم. میگه نه نمیتونی بره بگه که نه من این زمین رو به تو فروختم درخت‌ها رو نفروختم. الجواب olmaz. İkinci فصل فراغ به شرط بیانındadır. زید حالا با شرط میفروشه همین درخت‌ها رو دیگه. زید tarlasın izni sahibi erzile emre tefviz ettikte kendisi olunca bismillah şartıyla بسلمک شرطیله بسمله نه بسلمک شرطیله تفویض امر دخی اولسا اول شرطیله تفویض edip بعد امر و زیدی بسلمک زید دخی تفویضinden رجوع edip و tarlası almağa قادر olur mu؟ الجواب olmaz. بازم حالا یه چیزی دیگه، اینم یه بحثای حقوقی هستش که من خیلی سر در نمیارم، در نتیجه خیلی هم روش تمرکز نمی کنم، فقط هر از گاهی میخونیم که ببینیم صفحه 40 ببینیم که این کتاب در مورد چه چیزایی صحبت میکنه. آیا ما میتونیم مثلا یک چیز دیگری هم بیاریم؟ اینجا حالا اینجا یک کلمه نوشته که نمیتونم بخونم چیه.
اولش هم بلاوته ذکر فوت اولان زیدون bir mülki çiftliği. من اینو نگاه کنیم فارسی نمیذاره ما ترکی بخونیم. چفلیک جایی که حیوانات رو نگه میدارید. چفلیک یه جایی که حیوانات رو نگه میداریم، مثل طویله و حالا مزرعه و هر چی که اونجا حیوانات رو نگه میداریم. گرنداشون قızları بندوزینه انتقال Hinduziniye band üzerine intikal ettikten sonra ol xisletle qədimdən tabi olan tarlaları sipahi istediğine tabu ile vermek murad ettikdə tabu نه حالا این کلمه که این بالا هند و زینه این چیه؟ هند و زینب احتمالا اسمش همون هنده. این چند بار اینو نتونستم بخونم. هند و زینب، اینجا هم هند و زینب. hasline yani hasiline. Hasline tabi olan tarlalar haslinden ayrılmayıp malik olundu yeriyle diyor emri Ali var olmakla varid olmakla tarlaları ahir dahi aldırmıyor, kendileri almaya kadir olurlar. Cevap olurlar. حالا این کلمه رو بالاخره تونستیم بخونیم. من 2-3 جا بهش برخوردم. هند و زینب که این هم اسم مؤنث دیگه برای زنها و دخترها هستش. هر جا که اون سری قبلم که دخترها اومده بود من نتونسته بودم بخونم، که اینجا با یه مقدار جلو اومدم بالاخره تونستیم این کلمه رو. بریم صفحه 150. صفحه 150 ببینیم چی هستش. خب بذار ببینیم اینجا چی هست. حالا اینجا دوباره یک کلمه اولش هست که نمیدونم. ایده سپاهی تیماری اراضی سنده. این تیمار احتمال میدم تیمار خونده بشه دیگه. تیماری اراضی سنده محلول olan tarlayı tabu ile emre tafviz ettikten sonra dönüp yine ol tarlayı sana tafviz ettiğim mevazi'e tariqiyle etmiştim. Mevazi'e yani şart. Mevazi'e tariqiyle etmiştim diyor. Emrden dava eylese مسموعه olur mi? جواب olmaz. من این زمین رو به یه شرطی به تو داده بودم. حالا اگه بخواد بره دادگاه بگه که مسموع علوم، یعنی آیا این مورد قبول واقع میشه؟ میگه نه. زید bir arz خالیده زراعت edip hasad vaktinde sipahi zikr olunan arazi bir baga ömre. حالا اینجا چیه؟ امره tapu ile چی؟ mirmiştim deyip ispat eylese غله ارز مرگومهی زید می قبض eder yoksa امر
Zeydün bu hakkı verdikten mi قبض eder. حالا سوال اینجوری گفته ولی جواب زید قبض eder. حالا اینجا دیگه خیلی پیچیده شد. من با این مسائل حقوقی، وکلا این مسائل حقوقی رو میدونن دیگه، من وکیل نیستم. بریم یه صفحه دیگه از همینجا میخونیم و پایان میدیم. یعنی 2 صفحه در حقیقت، از 2 صفحه اینجا زید تبو و مقاطعه ایله تصرفinde olan Guri'nin hizai emanet isticarini sahip arzine نمیتونم بخونم بذارید برم یه چیز دیگه بخونم. زیدون تبو ایله تصرفinde olan Gurusinden گربنده من میخواستم گریسیندن ولی گریه نیست، گروسیندن گوریندن گربنده olan geriye ahalisi alaqeleri yok iken odun qat eder گوری. حالا این یه جایی هستش گروماخ میکنیم، یعنی مثلا اینجا رو نمیذاریم ببرن و اینها. گروماخ یعنی محافظت کردن. گوریسیندن یعنی این یه جایی رو گروماخ کرده که اونجا مثلا درختها و هر چیزی که هستش رشد بکنن. حالا اینو میخواد بگه زیدون تبو ایله تصرفinde olan گوریسیندن گربنده onun در نزدیکش olan قریه اهالیسی علاقه‌leri yok iken odun qat eder olsalar hala Zeyd geriye mezbure ahalisini min ba'd ol guriden odunsuz kimseden men'e qadir olur mi? Cevap guri intifa'en ve ihtisaben Zeyd'e tahsis olunmuşsa olur. خب این دیگه هیچی دیگه. اگر مثلا جنگلبانیه انگار، مثلا این رو کسی نمیتونه اینها رو ببره، ولی اگر ملک کسی باشه یا اجاره کرده باشه و خودش کاشته باشه و اون چیزا حالا دیگه. بریم این صفحه آخر رو ببینم میتونیم بخونیم یه چیزی از این در بیاریم. اینو یه مقدار بزرگترش بکنم که خوب دیده بشه. اوقات سلاطینیدن اجاره معجله و معجله ایل اراضی و منازل و دکاکین تصرف birlerine فراغ ettiklerinde yahut babaları ve anneleri vefat ettikte belağlar 3 ay bulağlar 3 ay ihmal edip izni almayıp ve vakf defterine qeyd etmedikçe ettirmeyecek mütevelli velide gene حالا اینجاها رو بعضی جاها رو نمیتونم کنم تعود الیجار اده دیو 1030 این چیه 1030 رجبی ایله مورخ امر شریف. حالا اینجا تاریخ میگه 1030 این همون که بالا گفت 1030 1030 31 değil. این بالا گفته بود چیز 1 سال اضافه میشه به این کتابی که میشه 417 سال پیش. 1030 رجبی دیله مورخ امر şerifi varid olmuştur. Ziraat olunur, has yerin 70-80
70-80 dönüm. Vəsətül hal yerin 130 dönüm oli. اینجا تاریخ رو زده. دوباره یه مسئله دیگری اومده. بین 30 رجبی ایله مورخ امر شریف وارد olmuştur. اینجا بر حسب امر شریف، امر پادشاه، مورخ زده که یعنی این چی؟ این کارو اون کسی که نسخه برداشته از روی کتاب اولیه، این کتابی هستش که از نسخه اولیه نوشته شده. حالا ممکنه که 10مین نسخه باشه، نمیدونیم. احتمالا برای هر ولایتی یه نسخه نوشته شده باشه، فرستاده شده باشه. اینجوری میگه بین 30 اون کتاب اولیه به امر شریف در 1030 نوشته شده. خب در ماه رجب. این از این. زراعت اولونور خاص yerün 70-80 dönüm vəsətül hal yerün %30 dönüm oli. Yerden 150 dönüm her cüftün etibar olunur. حالا این دیگه یه چیزیه. dönüm خطوات متوسط ile قرق dönümüdür. 40 dönümdür. نمیدونم دیگه حالا این چی میشه. اینجا یه مسئله گذاشته ولی تاریخ رو اینجا زده. این تاریخ کتاب، این کسی که کتاب رو نسخه بندی کرده، نسخه رو نوشته، بعد از تمام شدن کتاب اومده یه مسئله دیگری گفته که دونم چی هستش و خوب هم بیان نکرده. برای اینکه میگه زراعت اولونور خاص yerün 70-80 dönüm. آخه نمیشه که یک زمینی یا 70 یا 80 نمیتونه هم 70 بین این دو، یعنی این معلوم نیست. اینجا سوال رو اون سوالهای قبلی که خوندیم خیلی دقیق مطرح کرده بود، ولی اینجا اومده که 70-80 نمیشه. این بین 70-80 10 تا فاصله هست. اگر هر دونم 100 متر باشه میشه 1000 متر. اگر هر دونم 1000 متر باشه میشه 10,000 متر. ما اینجا باید چی کار بکنیم؟ این سوال خیلی چیز نیست. این رو این نسخه بردار علاوه کرده و خوب هم علاوه نکرده. بر اساس سوال ها میبینیم که این درست نیست. میگه که 70-80 dönüm وسط الحال yerün 130 dönüm. یعنی چی؟ دوباره dönüm وسط الحال yerün 130 dönüm. حالا یه جایی 130 dönüm باشه. اولی yerün 150 dönüm. حالا یه جایی 150 تا. bir çiftlik اعتبار olunur. نمیدونم. اینگار که مثلا برای اینکه گاو و گوسفند نگه دارید باید یک چیزی داره به ذهن من میاد که برای اینکه زمین کشاورزی باشه میتونه 70-80 dönüm باشه. متوسط yerün اگر متوسط الحال باشه yerün 130 dönüm باشه. یه مقدار بیشتر باشه متوسط الحال باشه باید 130 dönüm باشه. یعنی اینگار که مثلا کشاورزی باید این مقدار متوسط الحال باشه اینقدر، کم باشه اینقدر، چون که کوچیک، یعنی مثلا 800 متر فرض بکنید یا نمیدونم حالا چقدر با اینو بگیم، 70 dönüm هر dönüm اگر 100 متر باشه میشه 7000 متر. حالا من فکر می‌کنم 100 متره، یادم نیست، فکر کنم 100 متره. در ترکیه هر dönüm 100 متره، فکر می‌کنم اینجوریه. حالا بزرگش هم میگه وقتی اگر برسه به 150 dönüm باشه جفلوک اعتبار النور، میتونید اونجا گاو نگه دارید. این هم یه حقوقه. تو کانادا هم هست. شما مثلا زمینتون در یه جایی نزدیک شهر هستید، داخل شهر اگر هم باشید، زمینتون مثلا میگم نمیدونم 2500 متر باشه، میتونید مثلا 6 تا 7 تا مرغ نگه دارید برای خودتون اونجا. ولی کوچیک باشه نمیتونید، مثلا از این کوچیک‌تر باشه نمیتونید. حتی شما زمینتون مثلا میگم 1000 متر باشه میتونید 2 تا سگ نگه دارید، ولی اگر مثلا کم باشه میتونید 1 سگ نگه دارید، کمتر از این باشه.
ولی اگر بیشتر از این باشه مثلا میتونید 4 تا سگ 5 تا سگ نگه دارید. مثلا میگم مثلا اگر 10,000 متر داشته باشید میتونید مثلا 2-3 تا گوسفند نگه دارید، 20 تا 30 تا مثلا مرغ و خروس نگه دارید. اینا مثلا من اخیراً یه مزرعه‌ای رفتم که از شهر خیلی دور بود ولی اطرافش خونه بود، یه خیابان بود که اطرافش خونه هایی بودن. این زمین مثلا میشد بگم حدود 4,000 متر مثلا بود. این رفته بود مثلا 12 تا کندوی با عسل نگه داشته بود. پرسیدم ازش، گفت من از همسایه ها گفتم که اجازه میدید باز اینجا بذارم من عسل نگه دارم، کندو نگه دارم، عسل بردارم، اگر اینها شما میترسید، اگر حساسیت داشته باشید به من بگید. گفتن نه، منم اینجا رو گذاشتم و الان 12 تا کندو داشت که من خودم رفتم مثلا عسل رو ازش خریدم و قسم خورد که هیچ شیره‌ای، شهدی، نمیدونم شکری، چیزی هم به آب نمیکنه بذاره جلوی اینا بخورن. گفتش که اینا همش طبیعیه. به هر حال احتمال میدم که اینجا داره اون دونم ها رو میگه برای کارهای زراعت. مثلا اگه کوچکتر از 70 تا باشه احتمالاً زراعت نتونی بکنی، فقط میشه باغ، مثلا میتونی باغ بکاری. مثلا وسط الحال باشه اون وقت میتونی زراعت بکنی. اگر بزرگ باشه، گفت 150 دونم باشه، میشه مثلا حیوان نگه داری. این هم یه بخشی از حقوقه. شما در هر زمینی که مثلا همسایه دارید نمیتونید گاو نگه دارید. حالا در قره اینجوری نیست. ما در قره آدم یه بخشی از خونه‌ش رو تبدیل کرده به طویله، اونجا مثلا یه تعداد گوسفند نگه می‌داره. این همسایه احتمالاً مثلا فقط بوی اونها رو دیگه داره استشمام میکنه، یا مگسی که از این جا میاد میره خونه این مثلا، یا حتی ممکنه حشراتی که از اینجا به وجود میاد ممکنه بره تو ملک اون یکی. این رو اینجا قانون خیلی خوب تو اون قسمت ها دیدن، اجازه نمیده. مثلا در نتیجه مثلا شما تو ترکیه روستا جدای از مزرعه هست، باغ جدای از مزرعه هست، خونه ها. شما نمیتونید مثلا حیوانات رو داخل روستا نگه دارید. ولی در آذربایجان ما اینو نداریم. ما دیگه اینم یه حقوق دیگه. در حقوق ما این مراعات شده که اوکی، همه پذیرفتن که تو این روستا هر کسی طویلش داخل کنار خونش باشه. همه اینو پذیرفتن. این حقوق این منطقه است. بد نیست، حقوق این منطقه است. حقوق یه منطقه دیگری فرق متفاوته دیگه، حقوق متفاوته. ملاها برای اینجا حقوق اینجا رو نوشتم، برای حقوق اونجا رو نوشتم. من بارها گفتم حقوق بر اساس جغرافیا و زمان و شرایط اجتماعی، جنگ باشه، صلح باشه، نمیدونم امنیت داشته باشه، امنیت نداشته باشه، حقوق فرق میکنه، تغییر میکنه. با یک کتاب خیلی خوب حقوقی آشنا شدیم به زبان ترکی. اصطلاحات حقوقیش به زبان شرعیه، ولی خب خود کتاب 90% حداقل بگیم به زبان ترکی نوشته شده. خیلی عالی. بعضی کلمات رو نتونستم بخونم ولی بعدش تونستم پیدا بکنم و بخونم. مثلا چفلیک یکی از اونها بود، زینب، هند و زینب یکی از اونها بود که نمیتونستم بخونم. بعد متوجه شدم که این باید همینجوری خونده باشه. امر رو عمر خوندم که بعد متوجه شدم امر همیشه با یه واو اضافه داره که خونده نمیشه. عمر واو نداره، امر واو داره، این هم نوشته میشه. فرقش فقط بین عمر و امر در نوشتن یه واو هستش. اگر واو باشه امر میخونن، اگر واو نداشته باشه عمر میخونن. این هم آخرش یه واو داره، امر. کتاب بسیار جالب حقوقی بود که خوندیم و این احتمالاً یک جلد از مجموعه جلدهای حقوق هستش. تا یه روز دیگر
جز شکر خدا چیزی نمیشه گفت و براتون سلامت آرزوی و تندرستی بکنم. امیدوارم که این کتاب ها به ما کمک بکنه برگردیم و از به خودمون اعتماد داشته باشیم، özgüvenimiz olsun، اعتماد به نفس پیدا بکنیم، اعتماد به نفس ملی. زبان ترکی و این کتاب های ترکی اعتماد به نفس ملی ایجاد میکنه. ما مادامی که نفهمیم، ببینید در ایران حس وطن رو در ما نابود کردن. ما حس وطن نداریم و به خاطر وطن با اشغالگران جنگ نکردیم، نکشتیم و کشته ندادیم، در نتیجه حس وطن نداریم. به راحتی ازش میگذریم، میریم زمین رو رها میکنیم میریم. با این حس وطن بهمون دست نمیده. حالا پدرامون نمیدونیم چندین نسل قبلی خون دادن این زمین، دیگه ما فراموش کردیم اون فداکاری، اون خونهایی که پدران ما ریختن و ریخته شده خونشون روی این زمین. این زمین به ما به ارث رسیده، ما به این نرسیدیم. حالا وقتی مهاجرت میکنیم باهاش مواجه میشیم. ایداد اونجا وطن بوده، ما بی خودی از دست دادیم. حالا میریم تهران و شیراز و اصفهان و سمنان و کاشان دنبال کار، زمین خودمون چند هکتار، 10 ها هکتار در روستامون ولایتمون ول کردیم، رفتیم اونجا 100 متر میخوایم زمین بخریم، به اندازه عمرمون باید پول بدیم به اونجا. اینجاست که ما یواش یواش متوجه میشیم. ولی باز هم مایلیم در تهران و شیراز و اصفهان و کرمان و یزد و کاشان و سمنان و اینها بمونیم، در فقر و فلاکت و سختی زندگی بکنیم، ولی بر نگردیم تو زمین خودمون، بریم کشاورزی بکنیم، بریم دامداری بکنیم، بریم ماهی نگه داریم، بریم درختکاری بکنیم، فلان زندگی بکنیم. از اون طرف هم دولت و احمق‌های از خودمون میان میگن آقا درخت کاشتن شما موجب کم آبی شده. خب اون اصفهانیه چرا موجب کم آبی نشده که برنج داره میکاره تو کویر، ولی ما اینجا درخت میکاریم کم آبی میشه؟ برای اینکه هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار ما نیست. اون مسئولان نمیخوان مسئولیت خودشون بپذیرن، چند تومن پول به من خبرنگار میدن، من اینها رو مقصر میدونم. آقا اینا مقصرن. چرا؟ یه 500,000 تومن، 1,000,000 تومن کپون داد یا پول نقد داد یا 10 میلیون تومن پول آگهی داد، حالا من براش چیکار میکنم؟ تمامی تقصیرات این مسئول رو میریزم گردن مردم و یه عده هم اینو باور میکنن.